مسئله گناه تهمت هست. تهمت چقدر گناه داره؟ این حرف را برای افراد و اشخاصی میگویم این مسئله را که در طی این هفته بار دیگر دشمنان اسلام، دشمنان منبر انصار، دشمنان بالاخره علما و اینها شروع کردن به سر و صداهای عجیب و غریبی، به دروغ و به تهمت و به بهتان مسئله را مطرح کردن که حتی عقل یک انسانی که تازه به عقل رسیده باشه و تازه بزرگ شده باشه چنین حرف را نمیپذیره و قبول نمیکنه. متاسفانه که حتی بعضی از انسانها آمدن نسبت به این دروغ و افترا، نسبت به این بهتان برنامه گذاشتن. از همه جالبتر اینه که بعضی سایت هایی که خبری هست، سایت هایی که مردم به اونها اعتماد داشت و بعد از این اونها اعتماد خود را از دست دادن، آمدن یک خبر مضحکانه و یک خبر بالاخره خنده آور و بالاخره اینها را پخش کردن. الله سبحانه و تعالی در قرآن مسئله تهمت را مطرح میکنه. عزیزان و بزرگواران، خود بهتان و تهمت از جمله گناهان کبیره هست. عزیزان و بزرگواران، ثانیاً مسئله تهمت و افترا از غیبت هم بدتر هست. غیبت چقدر گناه داره، اما تهمت و بهتان از غیبت هم چه کار بیشتر و بیشترتر، گناهش عظیمتر و اینها هست. اسلام همیشه و همواره به انسان توصیه میکنه درباره آنچه که به آن علم نداری، یقین نداری، او به زبان خود نیار. چیزی را که خبر نداری، چیزی را که نشنیده ای، چیزی را که بالاخره به تو نرسیده، متوجه باش او را به زبان خود نیار. الله سبحانه و تعالی میفرمایه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. به او چیزی که علم نداری، آگاهی نداری، به او چیزی که معلومات نداری، متوجه باش که حرف نزنی، توقف بکن، استاده بشو، نگاه کن که آیا این حقیقت داره یا نداره. حرفی که او به عقل انسان در نمی آید. بناهن حالا یک حرفی میزدی که یک شخص باور میکرد، یک حرفی میزدی که بالاخره قابل باور می بود، میدانی این تهمت هست، این بهتان هست، این افترا هست. حالا جالب اینه که یک شخص نادان و جاهل این حرف را مطرح کرده، حالا افراد آمده با این کلیپ گذاشته، افراد آمده این را بالاخره تلویزیون مطرح کرده و بالاخره یا ای که سایت های خبری که آبروی خود جایگاه خود، بعضی سایت های خبری از لحظه که این را پخش کردن اعتماد خود از دست دادن. مردم فهمیده که دیگه اینها قابل اعتماد نیست. الله سبحانه و تعالی میفرمایه به اون چیزی که شما علم ندارید، یقین ندارید، باور ندارید، علم ندارید، شما متوجه باشید که اینها همه مسئولیته که شما حرف مطرح میکنید. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به الله و بر روز آخرت داره سخن خیر میگه. اگه سخن خیر گفته نمیتونه اولیسمت، سکوت میکنه. سکوت بهترین چیز هست اگر کسی سخن خیر گفته نمیتونه. عزیزان و بزرگواران، مسئله تهمت خیلی مسئله مهمیه. اگر یک کسی تهمتی میزنه، بهتانی میکنه، کسی دیگه هم بیای او را تایید بکنه، مثل از او هست، گویا که او هم تهمت زده و بهتان کرده. الله سبحانه و تعالی برای انسانهایی که تهمت میزنن حد گذاشته، حد قذف یا حد قذف، که هر دو این چگونه حدیه. الله میفرمایه والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. کسی که تهمت بزنه به یک انسانی که او بیخبر هست، بالفرض اگر یک نفر تهمت میزنه به یک زن پاک دامن، به یک دختر پاک دامن، به یک انسان پاک دامن،
اگر این تهمت خود را نتانه با دلیل و شاهد ثابت بسازه، الله سبحانه و تعالی میفرماید که باید 80 دره بخوره. شما ببینیم مسئله تهمت چقدر مسئله مهمیه. و بعد میفرماید تا زمانی که زنده هست شهادتی و هم پذیرفته نمیشه. تا زمانی که زنده هست شهادت این شخصی که تهمت زده. و در اخیر آیه میفرماید و اولئک هم الفاسقون، کسی که تهمت بزنه میره در زمره فاسقین میشه. پس تهمت از جمله گناهان کبیره هست. تهمت و افترا از غیبت بدتر هست و کسی که تهمت بزنه از زمره فساق و فجار قرار میگیره، مگر این که توبه کنه و الله سبحانه و تعالی توبه خالصانه و مخلصانه نصیبش بگردانه.